روی خط هستین دوست عزیزم؟ سلام. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. خب از شما یک سوال دارم. بله. یعنی نفوس اسلام چقدر باشد دنیا؟ به حساب در اسلام یک چیزی که مروج است، ما هیچ چیزی را اصلی نمیفهمیم. میخوایم نمره را زیاد بدیم که خوب معلوم شه. بیاین فکر کنیم که 3 بیلیون. بفرمایید. از 3 بیلیون مسلمانی که در جهان وجود داره، یعنی اینا هیچ عقل ندارن که اسلام انتخاب کردن و دوم از این که باشین پیش از یک پیش برین همی گپتان جواب میتم. سعی کنین شما یک خانم مسلمان هستین، نه؟ آمدین یک سوال کردین، گفتین دمی دنیا چقدر مسلمانه؟ ما گفتم 3 بیلیون. شما از خودش سوال نکردین که 7 بیلیون در کل دنیا است، 3 بیلیونش خود مسلمان ها نمیشه. چرا که ذهنیت سوال کردن ما نداریم. این خودت نمونه یک مسلمان هستی، حتی سوال نکردی، حتی سوال نکردی. ولی منظور من است که تقریبا گفتی نه 1.2 بیلیون. ما اما تو گفتم که یعنی باز یک تشریح که چم کردم. خب شما یک فکر دیگه، مفکورای خب دیگه دارین شما. خب اینال میریم در باقی سوالتان که بخل منظورتان نیست که یعنی در قاطق نفر هیچ کس هوشیار نبرآمد که یک تو برآمدی. اما تو exactly. خب یعنی شما چی فکر میکنید؟ یعنی که اینقدر بیلیون نفر که اسلام از جهان و هنوز انکریس میشه، از زیادتر شده میره. آها. پس بسیاری مذاهب امروز اسلام میشن، از کریستیان دادن چیزا یا روز به روز افزایش میافن. یعنی که شما استاپ کرده میدونین اسلام هم؟ نه باشین در قسمت اول بیاییم. نه حال در قسمت دوم رفتین. نه سعی کن در دوم رفتی. قسمت اول باش که قسمت اول باش، باز در دوم که آیا من میتونم یا نمیتونم مورد دوم برو. اما قسمت اول ما خودت گپ میزنیم، باز قسمت دوم. امو سوالته که گفتی که چقدر نفر آیا اینا عقل دارن یا ندارن، یک تو هوشیار برآمدی؟ حالا خودت یک خانم هستی؟ خودت یک خانم هستی، نه؟ فکر کو که خودت معلوم میشه از اگزکلی گپ شما یا کانادا یا امریکا هستین. خودت در امریکا زندگی میکنی در امریکا. در امریکا شما شوهر دارین اتمیا؟ او مسائل شخصی فکر کنیم که دارین یا یک کس دیگه دارن، یک خانم مسلمان. شوهر خودت در افغانستان میتونست 4 زن بکنه، نه؟ خودت منیس یک خانم. شما ما سوال تا شما میکنم، من به خاطر شما از سوال میکنم. شما میایین توهین میکنین به قرآن کریم، با حدیث، با اسلام، مردم اسلام با کل ما احمق هستیم که تنها تو یگانه هوشیار هستی و تو با دین و مذهب اسلام، قرآن کریم و مذهبی که چقدر بیلیون و زیادتر از آفا میشه میره 3 بیلیون عقیده داره، با ثبوت یا اسلام مردم قبول میکنه. برای خود شما میایین و یک اسلام تخریب میکنین و برخلاف هر چقدر شما تخریب میکنین با قرآن کریم میگه هر چقدر که گفته که هر چقدر شما تخریب کنین با اون مقدار زیادتر شده میره. این حال فهمیدین که چی؟ در جهان چقدر اسلام زیاد شده میره. حالا شما متوجه شدین؟ شما نمیشه. شما نه حالا شما متوجه شدین که تخریب کنین مهم نیست که تخریب بکنین. برای من نظرتون اوکی، برای من نه شما متوجه عقب نشدین. متوجه عقب نشدین. سعی کنین شما عقب بسیار مقبول زدین، اما شما گپای خودتان باید نوت کنین. بسیار عقب مقبول زدین. گفتین هر چقدر که تو تخریب میکنی نفوس ما زیاد شده میره. شاید ما کمک میکنم به شما سر ما باید چک چک کنین. نه شما چک چک نمیگین. ما خودت هم میخوای پس دوباره در راه اسلام بیایی. در کدام راه؟ آدم پس دوباره داره قرآن کریم صحیح بخوان، مفهومشه به قسم سویت لای خود در مغز جای نده که از مردم های 4 نفر که برای چک چک میکنن. تو فکر میکنی که یک 10,000 یک فولیه داشت یا 100,000 یا فکر کنم 1 میلیون. شما قرآن شریف خواندین؟ تو از این قسمت بله خواندین. خواندین. امروز شما یک آیت بسیار خوب بگوین که ما از شما یاد بگیریم.
تمام آیاتش خوب است. تمام آیاتش خوب است. خب ما خیمه یک آیت میخوانم، خیمه یک آیت میخوانم که شما خب ما یقین دارم که نمیفهمین که از امون خاطر نخواندین. حالا ما به شما یک آیت میگم. خب خی بگوین، خی بگوین یک آیت. یک آیت خوب که ازش یاد بگیریم امروز. یک آیت خوب بخوانین که ازش یاد بگیریم. میخوای از قرآن کریم بعد بخوانم؟ نه البته از یاد بگوین. در اینجا انت یک چیز حافظه خوب نیست مکمن. حافظه تنها خوب نیست، تمام گپایتان خوب نبود. تنها حافظه‌تان کاش که تنها حافظه‌تان باشه. شما به خاطر از این شما قرآن کریم صحیح بخوانین، صحیح بخوانین. حالا سایکو حالا خودت میگی ما قرآن خواندیم، میگی ما قرآن خواندیم. بله خواندیم. بسیار خوب. خواهر عزیز مسلمانم یک آیت بخوان که ما از خودت بفهمیم که چرا اینی خوب است که ارمونه. اوکی یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی معنیشه بگو؟ هلو؟ ما معنیشه بگویم؟ ما از تو میخوایم یاد بگیریم. ما از تو میخوایم یاد بگیریم. سایکو ما یک گپ بسیار چقدر آسان زدم، گفتم یک آیت بگو که ما ازش یک چیز خوب بیاموزیم. همه چیزش خوشو. حالا تو بگو از این ما چی بیاموزیم؟ ما نمیگه خداوند مهربان است، خداوند یکی کس آزاده نشده، پدر نداره، از او زاده ای نشده. این نمیگه خداوند خود معرفی میکنه. تشکر خدایا. تشکر خدایا که تو خدا معرفی کردی که بابا نداری، بابام نداری، تو نداری، بیرار نداری، خاله نداری، کاکا نداری، زن بیادر نداری، دیگه هیچ کس کوی هیچ کس نداری. و چقدر ما از این آموختیم او خدا، چقدر ما از این آموختیم که تو نه بیادر داری، که تو نه کاکا داری. حال خود تو حال ما از همی آموختیم. سایکو خواهر عزیزم دشمن ما سایکو گوش کو گفتیم نوبادی گوش کو، نوبادی گوش کو، نوبادی خانم گوش کو. گفتی یک آیت که از این یاد بگیریم. اینمی آیت میگه که بابا نداره، بیادر نداره، کاکا. ما کمو رو برات میگم تو کار میشی در دو زدن که تولی میکنی. پیامبر بگو او الله یکتا و یگانه هست. او الله پاک خوشحال هستم که تو بابا نداری، کاکا نداری، فرزند نداری، زن نداری، بیادر نداری. چقدر ما از یاد گرفتیم. او خدا شکر که تو خدا معرفی کردی. اگر نمیگفتی ما از یک نمیفهمیدیم. حالا ما یاد گرفتم. حالا سایکو نمیتونه دیو درسته. حالا خودت نگفتی. شاید خوشاید سایکو. حالا تو امیره نگفتی. حالا تو خوی نمره دو زدم میری. خواهر میربان تام خدا واره. ما چی توین کردیم؟ ما چی گفتم که توین؟ نه چی بود؟ چی گفتم؟ خب سایکو عالمیال خودت گفتی که خداوند بابا نداره، بیادر نداره و زاده نشده. حالا ما هم امور تکرار کردم. حالا گفتی امیر نگفتی که خداوند خلق نشده، خداوند بابا نداره. وقتی که میگه خلق نشده یعنی بابا نداره، یعنی بابا نداره. این حال بابا و بابا که نداشت، بیادر نداره، بچه کاکا نداره، خانواده نداره. وجود نداره آقای یار. چی وجود نداره؟ میگه های پیامبر قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. معنیش بشنو. ای پیامبر بگو او الله یکتا. ای پیامبر او الله یکتا.
آها